مشتریان گرامی، و اساس طرزالعمل ثبت و راجستریشن سیم کارت، اداره محترم اطراع وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امارت اسلامی افغانستان، سیم کارت هایی که اسناد ثبت و راجستر آن تکمیل نمی باشد باید دوباره راجستر گردد. بناهن از شما صمیمانه تقاضا می گردد تا به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان شبکه مخابراتی سلام با تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی و پاسپورت الکترونیکی خویش مراجعه نمایید. سیم کارت خود را ثبت و امتیازات رایگان برای 1 هفته به دست آورید. اگر شما تذکره کاغذی دارید و پاسپورت الکترونیکی ندارید، شما باید یک نفر را که تذکره الکترونیکی و یا پاسپورت الکترونیکی داشته باشد همراه با خود به نمایندگی بیاورید تا هویت شما را تایید نماید. اگر سیم کارت خویش را مطابق با اصول و مقررات ثبت ننمایید، سیم کارت شما مسدود می‌گردد. سلام، انتخاب افغان‌ها.